بچه باید شعر توپ بازی بخونه، شعر بادکنک. ولی خب اینجا ایران شماست فعلا، جایی که انگار فقط یک چیزی رو خیلی خوب بلدید، کودکی رو از بچه‌ها قیچی کنید و اسمش هم بذارید تعلیم و تربیت. دختر 10 ساله رو میذارید وسط سالن جلوی دوربین و بهش یاد میدید با صدای لرزون بگه ازدواج یعنی آرامش، آرامش یعنی ازدواج. برای شمایی که از درد مردم خبر ندارید، حتی آرامش هم از فیلتر ازدواج میگذرونید. کودک هنوز معنی دفتر مشق رو درست نمیدونه، ولی شما براش معنی همسرداری تعریف میکنید. شعر رد شدن از پلهای تردید، 10 سالش چه تردیدی باید رد بشه؟ از اینکه مدادش پاک میکنه یا نه، یا اینکه شما براش نقش زنی بپیچید. اینها شعر نیست، اینا تبلیغ نامه کودک همسریه، یه نسخه از ریاکاری که سالها پخش میکنید در قالب شعر کودکانه، به ظاهر خودتون لطیف ولی فوق‌العاده وحشتناک. تو کشوری که آینده بچه‌ها رو هنوز قبل از بلوغ حراج میکنید، واقعا انتظار دارید فردا روز امید این بچه‌ها باشه؟ قانوناتون سن ازدواج کودکان رو پایین نگه داشته و دختر 13 ساله رو زن میدونید برای اینکه طبیعی هم جلوه کنه. یه بچه 10 ساله رو میارید میگید عزیزم ازدواج آرامشه. این یعنی کودک ربایی با شعر. این بچه‌ها باید مداد رنگی دستشون باشه، نه نقش اجباری زن بودن. باید دنبال همدیگه بدون، نه دنبال بالغ شدن اجباری. اینا فاجعه‌ان. ولی شما انگار خیلی بدتون نمیاد کسی کودکی نکنه، آزاد نباشه، نفهم دنیا چه خبره و دست کیه. شاید اگر این بچه‌ها بزرگ شن و آزادانه فکر کنن، دیگه زیر بار این مدل فرهنگسازی بی اخلاقانه نمیشن. و بعدش با وقاحت میگید خانواده مهمه. کدوم خانواده؟ خانواده‌ای که یه بچه باید توش نقش مادر آینده رو از 10 سالگی تمرین کنه؟ باور کنید این کشور از دشمن نمیمیره، از جنگ هم نابود نمیشه. از همین نابودی نرم کودکی داره له میشه. کودکی حقه، نه امتیازی که بخواین ازش دریغ کنید. این بچه‌ها وارث آیندن، نه قربانی ایدئولوژی بزرگسال‌های فراری از واقعیت. شرم بر شما باد.